اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. الله مهربان در این آیه مبارکه می فرماید: آیا انسان ها به شتر نظر نمی کنند که چه خیل الله شتر را آفریده است؟ می خواهیم برای شما عزیزان چند معلومات درباره شتر بفهمانیم. یکم، شتر بسیار حسیات قوی دارد. وقتی که یک انسان او را زند یا آزار دهد، شتر آن شخص را می شناسد، اگرچه از همان حادثه 10 سال هم گذشته باشد. شتر برای انتقام گرفتن فرصت میکوبد تا که انتقامش را یا قصاصش را از آن شخص او را آزار دادگی بگیرد. دوم، پیش از اینکه انسانیت عینک های آفتابی را داند، شتر الکی این عینک ها را داشت. در چشمانش سیم قبط مژگان هست. به همان مژگان هایش چشمهایش را می پوشاند تا که از گرمی آفتاب چشمانش امین مانند. سیوم، شتر می تواند در یک وقت تا 40 جالون آب را بنوشد که یک جالون برابر تقریباً 3.8 تا 4.5 لیتر می باشد. چهارم، وقتی که شتر سخت غضبناک می شود یا آزار می یابد، از دهانش مثل خلطه دم شده می براید و آوازی دارد که او را شقشقه می گویند. پنجم، شتر آب بحر را که آب شور است نوشیده می تواند، زیرا گرده هایش نمک را از آب جدا کرده می تواند. ششم، دهان شتر هنگامی که بوته های و شاخه های خاردار را می خورد دهانش آزار نمی یابد و یا بوته هایی که دیگر حیوان ها در خوردنش آزار می یابند شتر به ملال خورده می تواند. این بود چند معلومات درباره شتر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.